در یکی از مکتب‌های شهر معلمی خیلی با فراست و درایت کار و فعالیت می‌کرد. روز خواست شاگردان را با یک ترفند زیبا از کینه و بدبینی نسبت همدیگر برحذر دارد. به بچه‌های سین گفت که می‌خواهد با آنها بازی کند. او به آنها گفت که فردا هر کدام از شما خلطچه‌ای بردارد و درون آن به تعداد آنهایی که از آنها بدشان می آید سیب زمینی بریزد و با خود به مدرسه بیاورد. فردا همه بچه ها با خلطچه ها آمدند. در خلطچه بعضی ها 2، بعضی ها 3 و بعضی ها 5-6 سیب زمینی بود. معلم به بچه ها گفت شرط بازی امروزه ما این است که تا 1 هفته هر کجا که می روید خلطچه هایتان را باید با خودتان ببرید. روزها به همین ترتیب می گذشت و کم کم بچه ها شروع کردند به شکایت از بوی سیب زمینی های پوسیده. علاوه بر این آنهایی که سیب زمینی بیشتری داشتند از برداشتن آن بار سنگین خسته شده بودند. پس از گذشت 1 هفته بازی بالاخره تمام شد و بچه ها راحت شدند. معلم از بچه ها پرسید از اینکه 1 هفته سیب زمینی ها را با خود برداشتید چه احساسی داشتید؟ بچه ها از اینکه مجبور بودند سیب زمینی های بدبو و سنگین را همه جا با خود گیرند شکایت داشتند. آنگاه معلم مقصد اصلی خود را از این بازی اینچنین بیان فرمود: این مانند وضعیتی است که شما کینه آدم‌هایی که دوستشان نمی‌دارید را در دل خود نگه می‌دارید و همه جا با خود می‌برید. بوی بدی کینه و نفرت قلب شما را فاسد می‌کند و شما آن را همه جا همراه خود می‌برید. حال آن که شما بوی بدی سیب‌های زمینی را فقط برای 1 هفته نتوانستید تحمل کنید، پس چطور می‌خواهید بوی بدی نفرت و بدبینی را برای تمام عمر در دل خود جای داده تحمل کنید؟ آیا این برای شما بهتر نیست که قلب‌های خود را از کینه و بدبینی دیگران پاک سازید و در راحت باشید؟ چون که قلب کسی که از کینه و بدبینی دیگران پاک باشد واقعاً در راحت است. معلم با این ترفند زیبا شاگردان را از کینه و بدبینی نسبت همدیگر برحذر داشت. برادران و خواهران عزیز، فرزندانتان را با بهترین سخنها و بهترین اخلاق از کارهای بد و ناروا برحذر دارید. با آنها به قدر عقل و فهمشان سخن گویید. کاری کنید که نادرست بودن کار خود را خودشان درک کرده بفهمند و از کاری بد و ناروای خود پرهیز نمایند. خداوند همه ما و شما را به سوی راه راست هدایت فرماید و فهم و درک صحیح عطا فرماید و ما را از جمله کسانی بگرداند که به سوی دین خداوند با علم و حکمت دعوت می کنند. و السلام علی من اتبع الهدى. بر بگرد ای طالب حق سوی راه مصطفی، سوی قرآن و کتاب و سوی احکام خدا. برحذر باش ای جوان از فتنه های دشمنان، نیست بهتر از سلاح علم و دانش در جهان.